أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل دوستان و برادران عزیز. خداوند سبحان سرفرازی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه انشاءالله. خداوند سبحان برکتون عطا کنه انشاءالله که خوب است دوستای عزیز. سلامت کدام خوبان، احوالتون خوبان. خداوند برکتون عطا کنه. الحمدلله برادر عزیز خوب هستیم. شما خوب هستین؟ احوال خوب هستن؟ کار خوب هستن؟ زندگی خوبان انشاءالله. چه حال و احوال دارین در این ماه پر برکت؟ سلامت باشی برادر عزیز. کامران برادر عزیز، شما دم مبارک شوه و کلی دوستا و برادران الله سبحان مبارک بگردونه. خداوند سبحان در خاندان هر یکی شما برکت چه عطا کنه. خداوند نیرو و توان زیاد برامون عطا کنه تا اینکه این ماهی پرفیضه به خاتمه برسانیم انشاءالله. الله سبحان نگهبانتون باشه برادر عزیز. خداوند سبحان همیشه هر جایی که باشه یار و مددگارتون باشه انشاءالله. خداوند سبحان شما را نگهبان باشه. ما را انشاءالله که همیشه سلامتی شما رو میخواهیم. خداوند هر جایی باشین عزت و آبرو براتون نصیب بگردونه. خداوند همیشه دست بلند سر بلندتون بگردونه انشاءالله دوستای عزیز. کسی از زندگی دل کندگی نیست، بخیلی هست و فعلی بندگی نیست، مگر اعمال ما شرمندگی نیست. همین دنیا که رایی گندگی نیست، کسی بالا رود پایان نماییم، بخندیم دیدش گریان نماییم، ستم بنموده و فرمان نماییم. همین دنیا که رایی گندگی نیست، کشیم ما آرزوی یک نفر را، روا بینیم برای او
خطر را نماییم طعن لنگ و شکر را همین دنیا که رایی گندگی نیست برادر با برادر می کند جنگ پسر باشد به خواهر به مادر می کند جنگ زی خود بینید و خواهر می کند جنگ همین دنیا که رایی گندگی نیست زی پشتی زن گذر کردیم زی مادر رهی خود را دیگر کردیم زی مادر به دوری ها سفر کردیم زی مادر همین دنیا که رایی گندگی نیست پدر را بر دلش ماتم نمودیم محبت را برایش کم نمودیم سرش را نزد مردم خم نمودیم همین دنیا که رایی گندگی نیست نماییم یک دیگر را بر کسی پست بگوییم خوب شد وقتایی که بیشکست کسی افتاده را کی میگیریم دست همین دنیا که رایی گندگی نیست زمین گفتیم و زر گفتیم و مردیم دویدیم و ثمر گفتیم و مردیم پس اندازی پدر گفتیم و مردیم همین دنیا که رایی گندگی نیست غلامی کبر و نفسی سرکشیم ما بالاخر شربتی مرگ را چشیم ما در آن دنیا عذابی می کشیم ما همین دنیا که رایی گندگی نیست بیا محکم پوری با من قرین باش یکی از دوستانی بهترین باش سزاواری هزاران آفرین باش همین دنیا که رایی گندگی نیست. بله دوستان عزیز خداوند سرفرازی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه خداوند برکت در عمر جونتون عطا کنه خداوند هر خواسته ای که در قلباتون هست الله سبحان برآورده خیر بگردونه هر کی رو مراد است مقصود است حاجات است الله سبحان در این ماه پربرکت پروردگار رو برآورده خیرش بگردان
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند یار و مددگارتون دوستان عزیز